سلام به روی ما تو گیمرهای عزیز. این بار اومدیم با یه ویدیو جنجالی دیگه. این ویدیو این بار سگ و نخندیه، به خاطر همین انرژی خیلی زیادی دارم. خیلی خوشحالم. برای شروع ویدیو لایک، سابسکرایب هم زنگولم بزن که هر بار ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده. بریم برای ادامه ویدیو. دم گرم همه دوستانی که لایک، سابسکرایب هم کردن، زنگولم فعال کردن. این ویدیو یه مجازات داره. اگه من دو بار تقریبا بخندم که از این ترشک مشتکا میخوریم که غیری توشه. خب بریم دیگه برای ادامه ویدیو. Kızım bir danış görüm, nədir sənin problemin? 2 il əvvəl mənə küçədə bir nəfər təcavüz edib. Mən şokdayım. Bu nə şərəfsizlikdir, bu nə alçaqlıqdır belə. Bu dünya hara gedir belə? Aha, mənim qulağıma dedilər hazırda bizim texniki heyət və həmin adamın nömrəsini tapdılar. İndi biz ona zəng vururuq. Zəng eləyək, buyurun. یکی وقت نیمه ¿Cuánto por el Kia? ¿Eh? ¿Cuál Kia? El Kia se... عشقش مادرش چاکرتم عشقم مادرش عشقم مادراتون حضرت آدم میره بیرون میره غذای چیزی بیاره برای حضرت حوا گر میزنه حضرت حوا میگه کیه؟ میگه خب کس خودش من لبخند قبوله ها، بخندم قبوله. این ویدیو پنجم من نتونستم دیگه تموم کنم، توف کردم. این قبول نبود، این خنده نیست. این برای بعد این ویدیو شیشمی هست. روزی چوپانی از گوسفندش پرسید چرا تو از گرگ نمی ترسی؟ گوسفند جواب داد به. به نظر من جوونا باید بیشتر برن سمت ورزش. آفرین، شما خودتون ورزش میکنین؟ بله، مثلا من خودم هر روز پیاده میرم قهوه خونه و برمیگردم. دخانیات واقعا دشمن سلامتیه. من خودم آخرین باری که مصرف کردم برمیگرده به نیم ساعت پیش. من خودم برای سلامتی میوه‌جات زیاد مصرف میکنم، مخصوصا دوسیب و شالیرالبولو. این سی جی واقعا چیزه به فیلماشو نگاه نکن. دوتا شد دیگه ها، دوتا باختم، 2 بار خندیدم، 3 بار؟ آره 3 بار. اینم از این
دهنت سرویس چیه؟ چهار وقتی چند تا بوده؟ 3 تا دیگه سب دهنت سرویس Apa itu? حساب نیست سب کنه دقیقه چیز دارکه چیه بچه خوش میشه خیلی بد گذشت تو نبودی ببینی چقدر سر گذشت چی؟ آقا راست میگه من از سالون میری امتحان بیرون مثل امتحان ریاضی داری تو مثل ایکس وای میزنی 110 در میاری وش رفیقات میگن آهاری 5 شده عددش 5 یعنی اینجور دیگه اصلا میفهمی امتحان کامل ریدی خب چی بریم؟ میرم دیگه اونجا دیگه وقتی مجازاته یه سوپر فود روشه خب وسطش هم شیرینه بکن جوسی میخوری این مزه اسیدی توشه میخوری برای که خوردیش این وسطش دیگه کم کم شیرین میشه دیگه ترشیش میاد من این مزه بشکری تو دوست نگم شیرین یلا اینم چیکار میکنی؟ یلا اینم از آخر ویدیو دم همه عزیزانی که لایک کردن سابسکرایب کردن زنگوله هم که زدن دمشون هم گرم خب اینم از آخر ویدیو خدا نگهدار